بسم الله بکشادم در راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم، باز من بسیارتر کتاب‌های درة الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن. حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند. وای مخلص شما هست اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می آید. این باشد باز یک گناهی من است. وای باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوش شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود؟ این چگونه احترام شوهر است؟ و این چگونه مخلص ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند؟ این مخلص ما هم نیست. مخلص ما شخصی است که پیرو آیات های قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلص ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیبی خدا. قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست. همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی. اگر پدر و مادر از تو ناخشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا. چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر و مادر زنده است؟ گفت بله پدر و مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیب خدا گفت رو خدمت هم پدر و مادر کن، اینم جهاد در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر و مادر را نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر و مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین،
در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر و مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چه خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنید. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه، مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان را در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین، آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم حقوق، هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین به خدا قسم. زنده است؟ گو بله پدر و مادرم زنده است. ففیه مفجاهی، حبیبی خدا گو رو خدمت این پدر و مادر کن، اینم جهادی در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر و مادر را نظر کنید. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر و مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر و مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چه خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنید. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه، مسلمان باید برادرش تحقیر نکند،
مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید. مسلمان باید مسلمان را در یک دشمن تسلیم نکند. مسلمان باید نسبت یک برادر حسد